از گذشتگان و عزیزانی که بین ما بودند، بالاخص استاد عزیز و بزرگان حاج سید حسین عزیز و همه اینا که بودن بین ما، یه لیستی میشه گرفت از حداقل نزدیک 45 سال من توی مجالس شرکت میکنم، نزدیک 40 سال زیارت عاشورای این برنامه رو توفیق هست میخونم. یه سال فقط سوریه بودیم عاشورا. چقدر بین ما بودن افراد و الان نیستن، زیر خروارها خاکن. خدا همه رو بیامرزه، انشالله شفا بده. حاسد کاظم عزیز و بزرگوار رو. خب برنامه مقداری تغییر پیدا کرد، انشالله از دم گرم استاد عزیز جناب آقای رخیصی هم فیض خواهیم برد و آخر زیارت عاشورا رو انشالله یه اشاره بندی کوتاه میکنم. انشالله بحث مقتل رو عزیزان همراهی میکنند و انشالله عزیز دلمون همه رو به فیض میرسونند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والناس ومتعنا بطول بقائهم یا ایها العزیز مسنا اهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاغفر لنا الكيل دستای خالی رو نشونش بدی و تصدق علینا ان الله یجزی متصدقین. یا ایها العزیز ببین خسته حالیم، چشمان پر ستاره و دستان خالیم. ماییم آن خسی که به میقات آمدیم، شرمنده با بضاعت مزجاد آمدیم. عضو و پیکرم پیوسته گوید یا حسین. میخوام با عشق بریم سراغ زیارت عاشورا و مقتل تا برات کربلایم کند امضا حسین. هم دلم را برده با خود در کنار قتلگاه، هم دو چشمم را کند از اشک و خون دریا حسین. با همین پرونده سنگین و این بار گناه میبرد ما را در این دنیا و آن دنیا حسین. از سنین کودکی حرف دل همین شماست، این حسین رو بلند بگید. از سنین کودکی پوشیدم رخت سیاه و ریختم اشک و زدم بر سینه و گفتم
حسین غم مخور روز محشر گم شدی در بین خلق هر کجا باشیم ما را می کند پیدا من که از روز ولادت کربلایی بودم دوست دارم وقت مردم هم بمیرم با حسین آرام جانم حسین روحم حسین روحم السلام علیک یا ابا عبدالله. اگه امکان داره براتون من یه مقدار مشکل برام سمت کربلا انشالله توجه بفرمایید اینا که میتونن. السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمة سیدتی نساء العالمین السلام علیک یا ثار الله و ابن ثار والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار يا أبا عبد جانم يا لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا إني سلمان لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة
ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية غاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا يا أبا. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة مما أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلوى دماء ظالمكم وحرب لمن حاربكم وولي وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم
أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو. دو جبه همیشه هست، حق باطل. گریه بر اهل بیت، خوشحالی برای شهادت اهل بیت. تو کدوم جبهه ایم؟ انشاءالله جبهه حقیم همه انشاءالله. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو وابن آكلة الأكباب اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وسلم في كل موطن وموقف وقف فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم عاشوراء فرحت به آل زياد وآل مروان قتلهم الحسين. اگر کشتن چرا آبت نداد نابین کفنی. کاش فقط خوشحالی میکردم دیدن زینب هی بر سر و صورت میزنه. بیبی جان چه خبر؟ گفت نگاه کنید دارن سم اسبا رو عوض میکنن، آماده میشن برای تاخت بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد جانا وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت وشايعت وبايعت وتابعت قتله. اللهم لعنهم جميعا
سلامی خالصانه بده از این راه دور. اینجا دیگه مرز نمیخواد، دلو ببر کربلا کنار زریع شش گوشه. سلام آقایا، سلام ارباب که الان روبروتونه. من اینجا زیارت نامه میخونم، من اینجا زیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین بذار سایت همیشه رو سرم باشه. قرار ما شب جمعه حرم باشه. دلت رفت کربلایانه همه با هم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين اللهم خص أنت ولضال باللعنة مني وابدأ بي أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجده کن عزیز دلم. صبح روز عاشورا و مجلس امام حسین و خواب و زدی اومدی توی مجلس نشستی. بگیر از این اربابت هر چی میخوای بگیر، قربونت بشم. دعا کن برای دیگران، پدر مادر اینه که رفتن از بین. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزقي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلواتي مرحمت کن. اللهم صل على محمد و آل محمد. خوب یه مقدار وقت عزیزان مستقیم ما میریم سر سفره امام حسین و لحظات آخر زمان امام حسین که تنها موند. به وسط میدان صدا زد هل من ناصر ینصرنی هل من داب یذب عن حرم الرسول. میگن امام سجاد با اون حالتش و عمه جان شمشیر با به دعوه تو که حال نداری
تو بیماری؟ گفت مگه نشنیدی صدای استغاثه بابا رو؟ آمد سمت خیمه ها، گفتن آقا جان این بچه دیگه نای نداره، فقط لبهاش داره تکون میخوره، یتلظا عطشا. میگن بچه رو قنداقه رو آور سمت میدان، صدا زد قوم انکم قد قتلتم اخوتی و اولادی و اصحابی فما بقی الا هذا الطفل الرضيع فخذوه واسقوه شربة من الماء. این بچه رو خودتون بگیرید ببرید آبش بدید. اتمام حجت کرد. الله یقول، بعضی ها میگفتن حق با حسینه، بچه که گناهی نکرده بابا آب بهش بدین. بعضی ها میگفتن لا، بچه حسین هم باید کشته بشه. صدا زد فقطع النزاع یا حروله. گفته چه کار بکنم؟ گفت تیری بزن. گفت 3 تا تیر سشابه کنار گذاشته بودم، یکی از این تیرها چشم ابوالفضل العباس رو باش نشانه گرفتم، یکی گلوی این بچه لازدانه رو میگه فذبحه من الورید الى الورید. تاریخ میگه قطب عالم امکان، مگه امکان داره واقعا تو مقایله انسان نمیاد که وقف الحسین متحیرا، امام حسین متحیر ایستاد، خدایا چیکار کنه؟ گفت آیا دلت برا حسین زهرا سوخت یا نه؟ آری. گفت کجا؟ گفت اون لحظه‌ای که دیدمش یه قدم میزد جلو یه قدم عقب، دلم سوخت براش. گفت این بابا گناه داره، دلش نمیاد بره سمت حرم، بچه رو چطوری ببره با این وضعیت؟ گلو پاره، تیر گیر کرده تو گلو، دلشم نمیاد سوی ما برگرده، چون شماتت و خنده و نمیذاره امام حسین غیرتیه. فوقف متحیرا. الله اکبر. این بچه رو با چه عالی آورد پشت خیمه، گودالی درست کرد. بچه رو دفن کرد. مادر اومد صدا زد حسین جان یه لحظه دیگه اجازه بده بچه بود. اینجا بود که اومد ودا کرد با خانواده. الله اکبر. اینجاست که امام زمان صدا میزنه لئن اخرتنی الدهور عن نصرک المقدور. الله اکبر. نبودم آقا اون روز جانمو فدات بکنم. چرا؟ گفت لأندبنک صباحا و مساء. چی آقا؟ گفت ولأبکینک بدل الدموع دما مات التصبر في انتظارك ایها المحیی السریع ماذا یحیجک. الان دیگه ساعت توست آقا. من عادت ندارم روزه مکشوف بخونم، خیلی سربسته میگم. ماذا یحیجک ان صبرت لوقع طف الفظیعه اترى فجیعة بأمض من تلك الفجيعة. شنو صاير زيد حيدر؟ يقول حيث الحسين على الثرى وويلا خيل العدا طعن الضلوع. بعد شنو؟ قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم وريد مخضب فاطل رضيع. امام زمان معذرت میخوام، تو همین لحظه همه از خیمه ها بیرون دویدن. کجا بود؟ او لحظه ای بود که والشمر جالس على صدر الحسين.